تا حالا به این موضوع فکر کردین که عسل چرا هیچ وقت فاسد نمیشه؟ جا گرمه. خب آدما هزاران ساله که از عسل استفاده میکنن، توی نوشیدنیشون میریزن، توی غذاهاشون میریزن، حتی ممکن توی سالاد خیلی زیادی هم بریزن. اما آیا واقعا فکر کردین که این عسل چه چیزی تو خودش داره که باعث میشه هیچ وقت فاسد نشه؟ حالا یه چیزی که در مورد عسل میخوام بهتون بگم اینه که باستانشناسا توی مقبره‌های مصری عسل‌های پیدا کردن که بیشتر از 3000 سال قدمت دارن و جالبیش اینه که هنوز فاسد نشدن. خیلی جالبه نه؟ برای اینکه متوجه بشیم عسل چرا فاسد نمیشه، اول باید یه نگاهی بندازیم که ببینیم عسل از چی تهیه شده. عسل به طور کلی از قند و آب و چند تا مؤلف فیکی تشکیل شده که اینا با هم جوری کار میکنن تا عسل یه محیط اسیدی داشته باشه که خود همین قضیه اسیدی بودن باعث میشه تا عسل جای مناسبی برای رشد و نمو باکتری ها و میکروارگانیسم ها نباشه. یه چیز جالبی که میخوام بهتون بگم، عسل فقط 18% آبه که خب خود همین موضوع باعث میشه که محیط مناسبی برای رشد باکتری ها نباشه، چون باکتری ها قطعاً به مقدار بیشتری آب برای رشد نیاز دارن. چیزی دیگه که هستش pH عسل یا همون pH که باعث شده خود عسل به طور طبیعی اسیدی باشه. pH عسل بین 3.2 تا 4.5 که قطعا خود این موضوع یه محیط رو فراهم کرده که باکتری ها و میکروارگانیسم ها هیچ موقع نتونن توی عسل دووم بیارن و زنده بمونن. نکته جالب بعدی آنزیم ها و پروکسید هیدروژن. خیلی ساده بخوام بهتون بگم، پروکسید هیدروژن همون چیزی که تو آب استخر میریزن تا آب استخر فاسد نشه. به طور خلاصه بخوام بهتون بگم، طول عمر شگفت‌انگیز عسل مدیون ترکیبات اونه: آب پایین، اسیدیده ها، آنزیم ها که اینا در کل باعث میشن هیچ باکتری نتونه توی عسل رشد کنه. نکته‌ای که هستش اینه که اکثر مواد غذایی، یعنی 99%شون میتونم بگم خیلی راحت 2-3 روزه فاسد میشن. اما جالبه که عسل چندین هزار سال میتونه یک جا باشه و اصلا فاسد نشه و مثل روز اول برای ما مزه خوبی داشته باشه. قبل اینکه ویدیو رو تموم کنیم یه تشکر کوچولو دارم از دوست عزیزی که باعث شد من کلا دیدگاهم نسبت به زندگی عوض بشه. یه جمله گفت توی یکی از ویدیوهاش، لینکشو بتونم براتون پایین میذارم که برید حتما نگاه کنید ویدیو رو. گفتش که یعنی یادم دقیقاً نقل قولت کی بود، اما منظورش این بود که ما نباید سطح خودمون رو بیاریم پایین به سطح جامعه برسونیم، باید سعی کنیم سطح جامعه رو ببریم بالا. خیلی ساده است توی این یوتیوب و اینا که دوباره میگم نمیدونم جزیره لختی و نمیدونم دوربین مخفی و از این چیزای واقعا چیپ ساخت و رفت جلو و اصلا نیازی هم نباشه که به علمی بخواد اضافه کنی یا تو این دردسر هم بخوای بیفتی. ولی ما پیش رو به تنمون مالیدیم و خواستیم که نباشیم مثل همه آدمایی که حالا بیسیک دارن میرن جلو یا سطح آدم رو میخوان بیارن پایین. مثل اون صحبتی بود که دوباره حالا یه مثال دیگه هم میزنم و اینو تمامش میکنم. اگر احمد شاملوی عزیز رو توی دانشگاه برکلی دهه 90 اگه اشتباه نکنم با یکی از دانشجوها روی یوتیوب هم هست فیلمش، اگه سرچ بزنید، یکی از دانشجوها میپرسه که آقا شما شعراتون خیلی سخته،
جامعه نمیتونه همچین شعری رو بخونه و شاملو یه حرف خیلی جالب میزنه، میگه من به عنوان شاعر، به عنوان هنرمند، به عنوان هر کسی که حالا اسمشو بخواد بذارید، کار من این نیستش که سطح خودم رو بیارم اندازه اجتماع بکنم. کار من اینه که سطح اجتماع رو بیارم بالاتر با شعرم. خب به خاطر همین ساختن چیزای اون شکلی که هر حال آدم رو انجام میدن و اینا اصلا کار سختی نیست، نیازی هم نداره، خیلی هم میتونیم کنار هم دیگه باشیم گپ و اینا بزنیم. این بود یه ویدیو خلاصه در مورد این که اصلا چرا فاسد نمیشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین، اصلا هیچ هزینه‌ای برای شما نداره. عضو کانال بشین که اینم کاملا مجانیه و شما به این روش راحت ترین روشی که میتونه از من حمایت کنین. دمتون گرم، مرسی که تماشا کردین. تا ویدیوهای بعدی فعلا. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up.